نام خدا. سلام دوستای عزیز. در ادامه بحث گراف ها تو این جلسه میخوایم تعاریفی که مهمن توی بحث گراف ها رو داشته باشیم که توی ادامه بتونیم ازشون استفاده کنیم. خب اما با تعریف مسیر شروع میکنیم. ببین اگه ما یک گراف داشته باشیم به این شکل مثلا و اینها یه سری برچسب داشته باشن A B C D E و بینشون هم یال داشته باشیم به این شکل. مسیرش کدومه؟ مثلا یه مسیر رو بخوایم نشون بدیم از A به C، این میگن یه مسیر. یا از A E D دو تا مسیر به رأس C، یعنی A به C یه مسیره که دو تا یال داره. A E ده سم یه مسیره که باز سه تا یال داره. پس تعریف مسیر رو اگه بخوایم داشته باشیم میگیم دنباله ای از رؤوس که بینشون یال داریم حالا مسیر ساده چیه؟ مسیر ساده مسیریه که رؤوس توی این مسیر مجزا باشن. مسیری که همه رأس های آن مجزا باشه. مثلا نگاه کنیم ما اگه اینو داشته باشیم، خب مثلا مسیر B A E B C، مثلا B A E B C یه مسیر ساده نیست. چرا؟ چون B توش دوبار تکرار شد. اوکی، خیلی مفهوم ساده. اما گراف همبند چیه؟ ببین این گراف الان همبنده. خیلی شهودی بخوایم بگیم این همبنده، این ناهمبنده. اگه کل این روی گراف بگیریم این گراف الان ناهمبنده. چرا؟ چون که دو تا مؤلفه کاملا جدا داره. این یه مؤلفه است، دو تا رأس جدا و سه تا رأس هم با هم جداست. ولی تعریفش رو اگه بخوایم بگیم اینه که بین هر دوتا توی گراف باید بین هر جفت رأسی حداقل یک مسیر وجود داشته باشه. چون الان مثلا از اینجا به این نقطه، از این نقطه به این نقطه ما مسیری نداریم، کل این گراف ناهمبند میشه. ولی شما هر دوتا رأسی رو که توی این گراف بالا در نظر بگیرین، چون به هم یه مسیری بالاخره دارن، همبند محسوب میشه. و تعداد یال ها هم توی یک گراف که همبند هست حداقل n منهای یکیه و حد اکثر هم که گفتیم n در n منهای یک دوم برای گراف های بدون جهت. اوکی، اگه n منهای یکی یال داشته باشه، ببین مثلا این گراف رو در نظر بگیریم. این گراف الان همبنده و حداقل تعداد یال رو هم داره، یعنی 4 تا رأس داره، nش 4
و امش n منهای 1 یعنی 3. اوکی، پس این حداقل تعداد یال که میتونه یک گراف رو هم بند کنه n منهای 1 و کمتر از اون، یعنی اگه هر کدوم از این یالا رو حذف کنیم دیگه گراف هم بند نیست، کمترین نمیتونه باشه. و در واقع این یه درخته. ببین درخت تعریفش چی بود؟ حالا اینجا درخت هم اگه بخوایم تعریف کنیم، درخت با یه رنگ دیگه چون مهمه، درخت گرافی همبند که دور نداشته باشند. شما الان اگه بخواین به این گراف یه رأس دیگه اضافه کنین، دیگه هر جاش اضافه کنین، چه اینجا اضافه کنین الان، چه میدونم اینجا اضافه کنین، اینجا اضافه کنین، اینجا دور تشکیل میده، اینجا اضافه کنین، اینجا دور، یعنی گراف همبند میشه اما دیگه دور نداره. پس اگر حداقل تعداد یال ها رو داشته باشیم، گراف ما و همبند باشه و دور نداشته باشه، گراف ما یه درخته در واقع. این هم از تعریف درخت. خب تعریف بعدی که میخوایم ارائه بدیم دوره. دور چیه؟ چون سبز شد. دور مسیری که از یک رأس شروع بشه، که از یک رأس شروع شود و به همان رأس برگردد. اوکی، یعنی مثلا شما یه گراف خیلی کوچولوی 3 رأسی اگه داشته باشین ABC، الان ABC اینجا این حالت یه دور داره، ABCA، مسیری که از یک رأس شروع بشه و به همون رأس برگرده بهش میگیم دور. و اینکه درختم که تعریف کردیم، درخت ریشه دار. بزن یه بار دیگه درخت و تعریفش رو اینجا هم بنویسیم. گراف همبند بدون دور. گراف همبند بدون دور میشه درخت. یعنی چند تا یال؟ n منهای 1 یال باید داشته باشه. دقیقاً n منهای 1 یال باید داشته باشه درخت. و اگه کمتر داشته باشه که دیگه همبند نیست، اگه بیشتر داشته باشه دور تشکیل. اما درخت ریشه دار چی؟ درخت ریشه دار چیه؟ درخت ریشه دار یه درخت رو فرض کنیم این شکل. این یه درخت خیلی ساده با 3 تا رأس. ما یه دونه از رأس‌ها رو انتخاب میکنیم، اسمش رو میذاریم ریشه، بعد گره های بعدی رو پایین اون گره میکشیم و یالاشو براش رسم میکنیم. مثلا اینجا 2 تا براش گذاشتیم، میتونیم مثلا 3 تا هم داشته باشیم. و حالا این درختمون الان از درجه 3. چرا از درجه 3؟ چون بیشترین یالی که متصل به یه رأسه 3 الان ریشه است که 3 و 3 تا هم بعد. پس ما درخت ریشه دارمون یه گروه به عنوان ریشه در نظر میگیریم، بقیه گروه ها رو به سمت پایین در واقع آویزون میکنیم ازش و یالا رو از بالا به پایین در نظر میگیریم. اینجوری این جهتدار نیست ولی اینجوری فرض میکنیم از بالا به پایین. پس به این میگن درخت ریشه دار. و
مدار اویلری. میخوام مدار اویلری رو بگیم. اویلری. اوی اشتباه نوشتم. مدار اویلری. مدار اویلری چیه؟ مدار اویلری چیه؟ یا تورم بهش میگن. تور. در یک گراف در یک گراف از همه یالها دقیقاً هم نوشته باشه. دقیقاً یک بار عبور کرده و به رأس ابتدایی برگردیم. مثلا اینجا الان ABCA یک توره، یک دور اویلریه. چرا؟ چون یه دور اولا از آ شروع شده به آ ختم شده و بعد از هر یال هم یک بار عبور کرده. خیلی خوب، دقت کنید که توی دور اویلری عبور از یک رأس بیش از یک بار مجاز. مثلا شما اگر خواستین میتونین از یه رأس عبور کنین و از یه رأس دو بار عبور کنین. و نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر حالا من اینجا با رنگ دیگه بنویسمشون، اگر گراف اگر گراف همبند بدون جهت دور اویلری دارد اگر درجه همه رؤوس آن زوج باشد. پس اگه ما یه گراف همبند داشته باشیم بدون جهت، این دوره اویلری داره اگه که درجه همه رؤوس اون زوج باشه و همینطور برای جهت داره. یک گراف همبند جهت دار دور اویلری دارد اگر برای هر رأس درجه ورودی و خروجی برابر باشه. پس اگر درجه ورودی و خروجی برابر باشه، یه گراف همبند جهتدار هم دوره اویلری داره. خب اینو ما دیدیم. اما یه نکته ما اعمالی که روی گراف ها انجام میدهیم اگر از مرتبه
خطی باشد یعنی چی؟ یعنی که از مرتبه n به علاوه m یا از مرتبه v به علاوه e هست. اگه گفتیم یه کاری، چه میدونم، پیمایشی، الگوریتمی از مرتبه خطیه، توی الگوریتم‌های غیر گرافی ما میگفتیم مثلا از تتای اینه، ولی توی گرافا منظورمون از مرتبه خطی اینه که از مرتبه تتای n به علاوه m یا v به علاوه e هستش. حالا اگه گراف همبند باشه، اگر گراف همبند باشد، گفتیم e حداقل بزرگتر مساوی n منهای 1، درسته؟ یا بذار بنویسم m بزرگتر مساوی n منهای 1 و کوچکتر مساوی n در n منهای 1 دوم هست. اگر این گراف همبند باشه، در واقع میتونیم بگیم که اگه گفته باشه گراف همبنده، میتونیم بگیم تتا n و اینجا به جای m میتونیم باز بنویسیم n. البته همبند باشه و کمترین باشه دیگه، همبند باشه و بدون دور، یعنی روی درخت باشه. در واقع همبند باشه، درخت باشه، مرتبه خطی میشه تتای به علاوه n به علاوه n که میشه تتای 2n که اینم همین تتای n هست. اگر گراف همبند و بدون دور باشه، یعنی درخت باشه، مرتبه خطیمون میشه تتای n. ولی اگر چون گراف کامل باشه، اگر گراف کامل باشد یعنی m مساوی n در n منهای 1 دوم، اون وقت مرتبه خطی مرتبه خطی برابر خواهد بود با تتای n به علاوه m هم که اینجا شده n2 در نتیجه تتای، در واقع دیگه مرتبه خطی نیست دیگه، میشه از مرتبه تتای n2. اوکی، خیلی خوب. این یه تعاریف اولیه‌ای بود که حالا نیاز میشه برای ادامه جلسات اینا رو خوب بهش دقت کنین تا توی جلسه بعد روی اینها میخوایم این سری کار رو انجام بدیم. فعلا خدا نگهدار.